اونچه که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در این 12 روز، علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این رو امروز مردم دنیا هم دارن به اون اعتراف میکنن. جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینا این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد.